وقتی به تاریخچه جنگ جهانی دوم نگاه میندازیم، با پیروزی‌های متعدد ارتش آلمان نازی در 3 سال اول جنگ و فتح کشورهایی مثل فرانسه، هلند، بلژیک، دانمارک و نروژ مواجه میشیم و تا اواخر سال 1942 هم در جبهه شرقی تقریبا همه چیز داشت به نفع آلمان ها پیش میرفت و حتی چیزی تا فتح مسکو پایتخت شوروی هم باقی نمونده بود. اما چرا؟ چی باعث شد که با وجود تمام این پیروزی ها از اواخر این سال ورق به نفع متفقین برگرده؟ آلمان تمام متصرفات خودش در اروپا و شمال آفریقا رو از دست بده و در نهایت با فتح برلین تو سال 1945 جنگ با شکست آلمان به اتمام برسه. درود میفرستم خدمت دوستان و همراهان عزیز. من اشکان کریمی هستم و تو این ویدیو میخوایم در مورد مهمترین دلایل شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم صحبت کنیم. حالا این دلایل میتونه اشتباهات شخص آدولف هیتلر و فرماندهان ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم باشه و میتونه هم دلایلی باشه که چندان ارتباطی به هیتلر و تصمیماتش در جنگ نداشت و هر کس دیگه هم رهبر آلمان تو این جنگ بود با این مشکلات روبرو میشد که جلوتر در مورد این دلایل صحبت میکنیم. اما قبل از اون اگه هنوز تو کانال سابسکرایب نکردید میتونید کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم به سراغ ادامه ویدیو. اولین دلیل شکست آلمان تو جنگ جهانی دوم مسئله کمبود نفت بود. شاید خیلیا حمله آلمان به شوروی رو یکی از بزرگترین اشتباهات هیتلر بدونن که واقعا همینطور هم بود و شکست آلمان در مقابل شوروی نتیجه جنگ جهانی دوم رو هم تغییر داد. اما هیتلر برای حمله به شوروی یک دلیل خیلی مهم هم داشت و اونم رسیدن به ذخایر نفتی شوروی در منطقه قفقاز بود. در واقع هیتلر به خوبی میدونست برای ادامه پیشروی‌ها و فتوحاتش در اروپا باید بتونه در قدم اول سوخت مورد نیاز تانک‌ها، هواپیماها و ماشین‌های ارتش رو تأمین کنه. اما مشکل اینجا بود که تسلط بریتانیا در دریا مانع از ورود کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها به آلمان میشد. هیتلر قبل از حمله به شوروی نروژ رو هم گرفته بود تا بتونه از منابع نفتی نروژ استفاده کنه. منتها تقریبا نفتی از نروژ به آلمان نمی رسید چون کشتی‌های بریتانیایی مانع انتقال نفت از نروژ به آلمان شده بودند و هیتلر برای تأمین نفت برای تولید سوخت مورد نیاز ارتشش چشم به منابع نفتی شوروی در منطقه قفقاز دوخته بود. البته اینم اضافه کنیم که مسئله نفت فقط یکی از دلایل حمله هیتلر به شوروی بود و هیتلر برای حمله به شوروی دلایل دیگه هم داشت، مثل تنفر هیتلر از کمونیست یا سیاست‌های نژادی هیتلر و از بین بردن نژادهای غیر آریایی در اروپا. جوری که جالبه که بدونید تقریباً 16 میلیون غیر نظامی شوروی در جنگ جهانی دوم به دست ارتش آلمان کشته شد. یا یکی دیگه از دلایل حمله آلمان به شوروی این بود که هیتلر فکر میکرد با شکست شوروی بریتانیا هم در نهایت تسلیم آلمان میشه و عملاً کل اروپا تحت تسلط هیتلر در میاد و دلایل متعدد دیگه که مورخین در مورد حمله هیتلر به شوروی مطرح میکنن. اما در طرف مقابل رهبرای متفقین هم به خوبی این مسئله رو درک کرده بودند که برای شکست آلمان در قدم اول باید منابع نفتی اونو محدود کنن. به همین خاطر هم استالین بعد از عقب راندن آلمان از خاک شوروی بلافاصله به متحد آلمان یعنی رومانی که مهمترین تأمین کننده نفت آلمان هم بود حمله کرد. از طرف دیگه بریتانیا علاوه بر محاصره دریایی آلمان در شمال آفریقا سرسختانه با ارتش متحد آلمان و ایتالیا می جنگید تا با بیرون کردن نیروهای آلمانی و ایتالیایی از لیبی منابع نفتی آلمان رو محدودتر کنه که در نهایت هم با پیروزی ارتش متفقین در شمال آفریقا دسترسی هیتلر به نفت لیبی از بین رفت. با حمله ارتش سرخ شوروی به رومانی
نفتی که از رومانی هم تامین میشد دیگه از دسترس آلمان خارج شده بود و شکست در خاک شوروی هم امید هیتلر برای رسیدن به منابع نفتی قفقاز رو از بین برده بود. همینطور کمبود نفت و به تبع اون کمبود فرآورده‌های نفتی به عنوان سوخت تجهیزات ارتش خیلی از هواپیماها و تانک‌های آلمانی رو در طول 1-2 سال پایانی جنگ عملاً بلا استفاده کرده بود. اونم در شرایطی که تانک‌ها و هواپیماهای جنگی آلمان همینطوری در مقابل قوای متفقین کمتر بود و با بلا استفاده شدن یه سری از این تجهیزات اوضاع آلمان در جنگ خیلی سخت‌تر هم شده بود. دومین دلیل شکست آلمان در جنگ جهانی دوم زمستان سرد شوروی بود. همونطور که چند لحظه پیش هم اشاره کردیم، مسئله کمبود نفت هیتلر رو به سمت حمله به شوروی سوق داد. منتها تاریخ نشون داده حمله به سرزمین وسیع و گسترده روسیه چندان نتیجه مطلوبی به دنبال نداره. همونطور که تقریباً 150 سال قبل از هیتلر ناپلئون با حمله به روسیه به سختی شکست خورد و همه چیز رو از دست داد، یا 100 سال قبل از ناپلئون کارل 12 پادشاه سوئد با حمله به روسیه تمام نیروهاش رو از دست داد و به امپراتوری عثمانی پناه برد، اینجا هم ارتش شکست ناپذیر آلمان در خاک شوروی به سختی شکست خورد و این شکست مقدمه‌ای بود بر شکست‌های بعدی آلمان در جنگ جهانی دوم و شروع عقب نشینی‌های گسترده آلمان‌ها. همونطور که اول ویدیو هم اشاره کردم، تا قبل از زمستان سرد شوروی همه چیز داشت به نفع آلمان‌ها پیش می‌رفت. در جنوب شوروی ارتش آلمان موفق شده بود اوکراین رو بگیره. در جبهه مرکزی ارتش آلمان تا شهر مسکو پایتخت شوروی پیش رفته بود و در جبهه شمالی هم شهر لنینگراد یا همون سن پترزبورگ امروزی به محاصره آلمان‌ها در اومده بود. اما با رسیدن زمستان سرد شوروی همه چیز برای آلمان‌ها تغییر کرد. هیتلر و فرماندهان ورماخت قبل از شروع حمله آلمان به شوروی در قالب عملیات بارباروسا تصور می‌کردند تا قبل از رسیدن زمستان شوروی تسلیم میشه و لباس‌های زمستانی و آذوقه تنها برای 60 لشکری که پیش بینی میشد به عنوان نیروی نظامی بعد از پیروزی در روسیه باقی خواهند موند تدارکیده شده بود. اما زمستان سرد شوروی از راه رسیده بود و جنگ هنوز ادامه داشت. با رسیدن زمستان خیلی از موتورها و تانکها و ماشین‌های آلمان‌ها زمینگیر شد و تعداد زیادی از نیروهای آلمانی بر اثر کمبود آذوقه و زمستان سرد شوروی جونشون را از دست دادن. از طرف دیگه آلمانی‌ها برای جلوگیری از یخ زدن و از کار افتادن موتور باقی خودروها و تانکاشون مدام اونا رو روشن نگه می داشتن که این مسئله خودش باعث هدر رفتن سوخت ارزشمندی می شد که ارتش آلمان به شدت در مضیقه اون بود. سومین دلیل شکست آلمان در جنگ جهانی دوم مسئله کمبود نیروهای انسانی بود. به عنوان مثال موقع شروع جنگ آلمان با شوروی هیتلر تقریبا نزدیک به 80 تا 90% افراد 20 تا 30 سال آلمان که وضعیت جسمانی مناسبی برای جنگ داشتن رو جذب ارتش کرده بود تا تقریبا با تمام توان وارد جنگ با شوروی شده باشه و بتونه هرچه سریعتر جنگ رو به اتمام برسونه، چون قطعا میدونست هرچی جنگ فرسایشی تر بشه با توجه به اینکه جمعیت مردم آلمان از جمعیت مردم شوروی کمتره، احتمال پیروزی آلمان تو جنگ کمتر و کمتر میشه که همین اتفاق هم افتاد. با رسیدن زمستان سرد شوروی و شکست عملیات بارباروسا دیگه استراتژی هیتلر برای تسلیم کردن شوروی در عرض چند ماه شکست خورده بود و جنگ وارد یک دوره فرسایشی شده بود که اصلاً به نفع آلمان نبود. وقتی به تعداد تلفات ارتش آلمان و نفراتی که جایگزین اونا شدن نگاه بندازیم کاملا متوجه کمبود نیروی انسانی آلمان در جنگ میشیم. به عنوان مثال تا پایان ماه جولای سال 1941 یعنی 1 ماه بعد از حمله آلمان به شوروی تلفات 3 گروه ارتش آلمان در شمال
مرکز و جنوب خاک شوروی به ترتیب 42,000، 74,000 و 64,000 نفر بود، در حالی که تعداد نفرات جایگزین شده در این سه جبهه به ترتیب 14,000، 23,000 و 10,000 نفر بود. یا تا پایان سال 1941 تعداد کل تلفات آلمان در جنگ با شوروی حدود 535,000 نفر بود، در حالی که تعداد نفرات جایگزین شده حدود 380,000 نفر بود، یعنی تقریباً 150,000 نفر کمتر از تعداد تلفات آلمان. اما در طرف مقابل شوروی بود که هرچند تلفاتش ابتدای جنگ خیلی بیشتر از آلمان بود، اما برخلاف آلمان هرچقدر که تلفات میداد به سرعت نیروهای جدیدی رو جایگزین اونا میکرد. و حتی جالبه که بدونید تو نبرد استالینگراد با وجود اینکه تلفات نظامی شوروی به 1,000,000 سرباز نمیرسید، اما استالین برای دفاع از استالینگراد در عرض 2 ماه نزدیک به 1,000,000 سرباز شوروی را آماده و عازم استالینگراد کرد. البته لازمه به این نکته هم اشاره کنیم که شوروی فقط در مقابل آلمان داشت می جنگید، اما آلمان همزمان با جنگ با شوروی داشت در شمال آفریقا با نیروهای بریتانیایی هم می جنگید. به همین خاطر هم شوروی به اندازه تعداد تلفاتش افراد جایگزین داشت، اما آلمان که تو 2 جبهه مشغول جنگ بود باید تعداد نیروهای جایگزینش رو بین 2 جبهه تقسیم می کرد و همین تقسیم نیروها هم باعث شده بود نه تعداد نیروهای اعزامی به شوروی کافی باشه و نه تعداد نیروهای اعزامی به شمال آفریقا، که نتیجهش هم شکست در هر 2 جبهه شد. 4مین دلیل شکست آلمان در جنگ جهانی دوم درگیری همزمان در 2 جبهه بود که همین چند لحظه پیش هم بهش اشاره کردیم. درگیری همزمان آلمان در خاک شوروی و شمال آفریقا نه فقط نیروهای انسانی رو، بلکه هواپیماها و تانک‌ها و ماشین‌های حمل و نقل سربازا و مهمتر از همه سوخت مورد نیاز این تجهیزات رو هم بین 2 جبهه تقسیم کرده بود. خیلی از مورخین و کارشناسا اعتقاد دارن اگه هیتلر به جای درگیر کردن خودش در 2 جبهه تمام تمرکزش رو متوجه شمال آفریقا کرده بود، میتونست به راحتی نیروهای بریتانیا در شمال آفریقا رو شکست بده و بعد از اون با ورود ارتش آلمان به خاورمیانه به ذخایر عظیم نفت خاورمیانه دست پیدا کنه. 5مین دلیل شکست آلمان تو جنگ جهانی دوم عملیات تخلیه دانکرک موسوم به عملیات دینامو بود. همه شما احتمالاً اسم دانکرک رو شنیدید یا حتی ممکنه فیلم دانکرک ساخته کریستوفر نولان در سال 2017 رو دیده باشید که ماجرای تخلیه نیروهای متفقین از بندر دانکرک رو به تصویر کشیده. سال 1940 وقتی که آلمان به فرانسه حمله کرد، تقریباً 350,000 نفر از نیروهای فرانسه و بریتانیا که اکثراً هم نیروهای بریتانیایی بودند بعد از عقب نشینی‌های متوالی در ساحل بندر دانکرک محاصره شدند. یک سمتشون دریا بود و یک سمت دیگهشون هم نیروهای آلمانی، در حالی که نیروی هوایی آلمان موسوم به لوفتوافه بندر دانکرک رو بمباران می‌کرد و به نظر می‌رسید ارتش متفقین فاصله‌ای با نابودی مطلق نداره. هیتلر یکی از عجیب‌ترین تصمیماتش در جنگ جهانی دوم را اتخاذ کرد و دستور توقف عملیات نظامی رو داد. اینکه چرا هیتلر در حالی که این نیروها دیگه ننای نبرد داشتن و نه جایی برای عقب نشینی چنین فرمانی رو صادر کرد هنوز هم راز سر به مهریه که هیچ کس نتونسته جواب قطعی براش پیدا کنه. خلاصه با صدور فرمان هیتلر کشتی‌ها و قایق‌های بریتانیایی فرصت پیدا کردن نیروهای محاصره شده در بندر دانکرک رو از 26 می تا 4 ژوئن یعنی حدوداً در عرض 8 روز از ساحل بندر دانکرک خارج کنند. قبل از انجام این عملیات یعنی زمانی که نیروهای متفقین در محاصره بودند، وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در سخنرانی مجلس عوام این محاصره رو یک فاجعه نظامی عظیم یاد میکنه و میگه کل ریشه و هسته و مغز ارتش بریتانیا در دانکرک به دام افتادن و به نظر یا پاکسازی یا اسیر خواهند شد.
میبینیم که حتی چرچیل نخست وزیر بریتانیا هم چندان امیدی به نجات سربازاشون نداشت و از طرف دیگه هیتلر با نابودی ارتش متفقین میتونه ضربه سختی به بریتانیا وارد کنه. اما تصمیم عجیب هیتلر همه چیز رو تغییر داد و در نهایت بیشتر این سربازا موفق شدن به وسیله کشتی‌ها و قایق‌ها از بندر دانکرک جون سالم به در ببرن. چرچیل بعد از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات تخلیه دانکرک یا همون عملیات دینامو از اون به عنوان معجزه رستگاری یاد کرد. اما در مورد این تصمیم عجیب هیتلر، بعضیا معتقدند هیتلر به دنبال صلح با بریتانیا بود که البته چنین چیزی خیلی منطقی به نظر نمیاد، چون فقط 1 ماه بعد از پایان نبرد در بندر دانکرک هیتلر به نیروی هوایی آلمان دستور حمله به شهرهای صنعتی بریتانیا را صادر کرد و اگه هیتلر واقعا دنبال صلح با بریتانیا بود دلیلی نداشت که شهرهای بریتانیا را بمباران کنه. یه عده دیگه معتقدند هیتلر به نیروهای بریتانیایی اجازه داد از بندر دانکرک جون سالم به در ببرن تا در عوض بتونه چرچیل نخست وزیر بریتانیا رو راضی کنه بدون جنگ تسلیم آلمان بشه. یه عده دیگه هم اعتقاد دارن هیتلر ترجیح داده نیروهاش رو برای جنگ‌های بعدی نگه داره و این جنگ رو خیلی حیاتی نمیدیده، که البته همه اینا فرضیه‌های مطرح شده در مورد دلایل صدور فرمان توقف عملیات نظامی ارتش آلمان از طرف هیتلره و همونطور که گفتیم هنوز هیچ کس نتونسته دلیل قطعی برای این تصمیم عجیب هیتلر پیدا کنه. ششمین دلیل شکست آلمان در جنگ جهانی دوم دخالت‌های نابجا و اشتباه هیتلر در امر فرماندهی بود. برخلاف استالین که با وجود تمام اون دیکتاتوری ها و خودکامگی هایی که ازش میشناسیم از اواسط جنگ جهانی دوم تصمیم گرفت حداقل در امور نظامی اون دیکتاتوریش رو کنار بذاره و به فرماندهانش اعتماد کنه، هیتلر تا پایان جنگ در امور فرماندهی ورماخت دخالت میکرد و خیلی از مواقع تصمیماتی خلاف نظر اکثر فرماندهانش اتخاذ میکرد که خیلیا این رفتار هیتلر رو به خاطر بی‌اعتمادی اون به فرماندهانش میدونن. به عنوان مثال سال 1941 هاینز گودریان یکی از فرماندهان جبهه مرکزی ورماخت در حالی که فاصله زیادی با فتح شهر اسمولنسک نداشت با دستور هیتلر مبنی بر توقف حمله به اسمولنسک و فرستادن نیروهاش برای کمک به جبهه جنوبی ورماخت روبرو شد و برخلاف میلش مجبور شد حمله به اسمولنسک رو به تعویق بندازه و نیروهاش رو برای مدتی به جبهه جنوبی اعزام کنه. فرستادن نیروها به جنوب و جنگ برای فتح کیف و بعد از اون برگشتن این نیروها تقریباً 1 ماه حمله گودریان به اسمولنسک و بعد از اون پیشروی به سمت مسکو رو به تأخیر انداخت و شاید اگه این تأخیر به وجود نمی اومد جبهه مرکزی آلمان قبل از رسیدن زمستان میتونست به مسکو برسه و حتی این شهر رو هم فتح کنه. یا در ابتدای همین سال توصیه اکثر ژنرال های ارتش آلمان به هیتلر این بود که قبل از حمله به شوروی آلمان باید تمام تمرکزش رو متوجه شمال آفریقا و خاورمیانه کنه تا بتونه بریتانیا رو تو این جبهه شکست بده و به ذخایر عظیم نفتی این مناطق دست پیدا کنه و بعد از اون به شوروی حمله کنه. اما هیتلر اعتنایی به این توصیه فرماندهانش نکرد و با حمله به شوروی ارتش آلمان رو در 2 جبهه شوروی و شمال آفریقا درگیر جنگ کرد. 7مین دلیل شکست آلمان تو جنگ جهانی دوم ورود ایالات متحده آمریکا به جنگ بود. علیرغم اینکه آمریکا در ابتدای جنگ جهانی دوم و برای 2 سال اول جنگ موضع بی‌طرف را گرفت، اما حمله ژاپن به پرل هاربر یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی آمریکا تو اقیانوس آرام در 7 دسامبر سال 1941 آمریکا رو وارد جنگ جهانی کرد. این حمله غافلگیرانه توسط ژاپنی‌ها باعث شد نیروی دریایی آمریکا نه فقط در اقیانوس آرام با ژاپنی‌ها بلکه در نبرد اقیانوس اطلس هم به کمک بریتانیایی‌ها بیاد
و وارد نبرد با نیروی دریایی آلمان بشه. قدرت نظامی آمریکا در دریا، هوا و روی زمین و مهمتر از اون اقتصاد قدرتمند اون همراه با توانایی بالای این کشور در تولید مهمات جنگی، تأمین آذوقه و تدارکات در ادامه جنگ تکیهگاه اصلی متفقین بود و مسیر جنگ رو به کل تغییر داد. در حالی که آلمان تا قبل از این هم با مشکلات جدی در زمینه تولیدات نظامی و تأمین سوخت تجهیزات ارتشش مواجه بود، ورود چنین اقتصاد بزرگی به نفع متفقین در جنگ اوضاع را برای آلمان ها سخت‌تر هم کرده بود و از طرف دیگه هم باعث دلگرمی و افزایش روحیه متفقین در جنگ جهانی دوم شد. هشتمین دلیل شکست آلمان در جنگ جهانی دوم ضعف متحدانش بود. مشکلی که آلمان در جنگ جهانی اول هم گرفتارش بود. تو جنگ جهانی اول هر چقدر که آلمان در نبردها موفق عمل میکرد، برعکس متحدان آلمان یعنی اتریش، مجارستان و عثمانی مدام متحمل شکست میشدند و آلمان مجبور بود به صورت مداوم به این کشورها کمک کنه. اینجا هم ایتالیا متحد آلمان با وجود اینکه فقط در یک جبهه که جبهه شمال آفریقا بود داشت می‌جنگید، اما مدام در مقابل بریتانیا متحمل شکست میشد و به همین خاطر هم هیتلر مجبور شد بخشی از ارتشش رو به فرماندهی اروین رومل عازم شمال آفریقا کنه که همین هم باعث درگیری همزمان آلمان در دو جناح شد. اگه ایتالیا تو جنگ بهتر عمل میکرد و میتونست بریتانیا رو شکست بده، اون موقع هیتلر هم میتونست تمام توجهش و تمام نیروها و تجهیزاتش رو روی حمله به شوروی متمرکز کنه و شاید حتی نتیجه جنگ آلمان با شوروی چیز دیگه میشد، یا متحد دیگه آلمان یعنی ژاپن با حمله به پرل هاربر پای آمریکا رو به جنگ جهانی دوم باز کرد که در آخر هم به ضرر آلمان تموم شد. همینطور سال 1941 هیتلر برای اینکه شوروی رو هم مثل آلمان درگیر جنگ در دو جبهه کنه، به ژاپن پیشنهاد کرد به شرق شوروی حمله کنه، اما ژاپن این پیشنهاد هیتلر رو رد کرد. در حالی که اگه ژاپن به شرق شوروی حمله کرده بود، استالین هم مثل هیتلر مجبور میشد نیروها و تجهیزات و ادوات رو بین دو جبهه تقسیم کنه و اون موقع قطعا جنگ برای آلمانی ها خیلی راحت تر هم میشد که با رد درخواست هیتلر این اتفاق نیفتاد. اینا مهمترین دلایل شکست آلمان تو جنگ جهانی دوم بود. هرچند که به صورت جزئی تر اگه نگاه بندازیم، دلایل دیگه رو هم میشه برای شکست آلمان ها پیدا کرد، مثل ناتوانی یا بیمیلی هیتلر برای مواجهه با واقعیت ها، مثل زمانی که ورق جنگ کامل به نفع شوروی برگشته بود و یه سری از فرماندهان آلمان اصرار به عقب نشینی از خاک شوروی و اتخاذ تاکتیک دفاعی داشتن. یه سری از فرمانده ها هم کلاً ادامه جنگ رو بیهوده میدونستن و به هیتلر پیشنهاد میدادن هرچه سریعتر جنگ رو به اتمام برسونه. منتها به نظر میرسه هیتلر همچنان به پیروزی تو جنگ امیدوار بود و نه تنها حاضر نشد جنگ رو به اتمام برسونه و صلح کنه، بلکه حتی اجازه عقب نشینی هم به نیروهاش رو نمیداد که نتیجهش هم شد اسیر شدن صدها هزار سرباز آلمانی به دست ارتش سرخ شوروی. یا از دلایل دیگه شکست آلمان میشه به جاده ها و مسیرهای باتلاقی شوروی، فرسایشی شدن جنگ، مقاومت سرسختانه روس‌ها در نبرد استالینگراد، ضعف‌ها و پیشبینی‌های اشتباه عملیات بارباروسا و کمبود ادوات و تسلیحات آلمان نسبت به نیروهای متفقین در 2 سال پایانی جنگ اشاره کرد. خیلی ممنون از توجهتون تا انتهای ویدیو. اگه ویدیو رو دوست داشتید میتونید اونو لایک کنید. نظرتون رو در این باره که کدام یک از این عوامل در شکست آلمان موثرتر بود رو تو کامنت ها بنویسید و ویدیو رو با دوستان و اطرافیانتون به اشتراک بذارید تا اونا هم این ویدیو رو ببینن. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.